آیتی را برای شما جمعه پیشین تلاوت کردیم که معنای آیت آخران مرحله حرام شدنی خمر بود. این سوره مائده بود که چگونه که حضرت عمر دعا کردند. اول آیتی که آمد حضرت عمر با او کفایت نکرد، دوم آیتی که آمد با او کفایت نکرد، بلکه دعا کرد که اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. خدایا در همین خمر، در همین عرق برای ما روشنتر آیت روان کن. سوم آیتی که آمد انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. این آخران مرحله آیتی که برای حرام شدن خمر آمد، انا همین آیت بود که خداوند صراحتاً برای همه بندگان خود اعلان کرد که بدرستی این که عرق، قماربازی، فالبینی، بت پرستی رجس من عمل شیطان، اینها پلید هستند. بینید یک مفسران میگویند که خداوند خمر را، عرق را، قمار را در ردیف بت پرستی آورد. یعنی چگونه ای که بت پرستی، چگونه ای که فالبینی چقدر گناه وزنین است، چقدر عذاب وزنین دارد، در برابر او خداوند خمر و قمار را یاد کرد که همه اینها از یک زمره هستند، از یک راه هستند. و رجسم خان، اینا پلید هستند. چگونه ای که جمعه پیشین من برای شما خواندم که رجس خداوند در قرآن فقط در بت پرستی و فقط در گوشت خوب رجس آوردگی هست. اینچنین در برابر اینها قمار عرق هم پروردگار رجس خواند. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. باز تأکید کرد که از این اجتناب کنید، از این عرق دور باشید، از این قمار دور باشید، از پیش فالبین ها نروید که کافر بشوید، پیش بت ها در رفته عبادت نکنید، اینا پلید هستند. لعلكم تفلحون. خداوند برای شما نجات میدهد اگر از این حرام کرده ها دور باشید. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير. خداوند میگوید که این راه شیطان است، عرق نوشیدن و قمار بازی کردن. شیطان میخواهد که همه شما را پیروی خودش گرداند، در بین شما جنجال و کینه را برپا کند با واسطه عرق و با واسطه قمار. میگوید خداوند و یصدکم عن ذکر الله. وقتی میگوید که شما که عرق نوشیدید پروردگار، قمار بازی که کردید، شما دیگر از ذکر پروردگارتان دور میمانید. و عن الصلاة، شما دیگر نماز پروردگار را نمیخوانید. فهل انتم منتهون. آیا شما بس میکنید یا نمیکنید؟ آیا از همین کردار ناخوب باز میستید یا نمیستید؟ وقتی این آیت که نازل شد، تمام صحابه ها انتهینا یا ربی گفتند، تمام کردیم پروردگار را انجامش دادیم. پیغمبر خدا گفتند که حضرت ابو سعید خدری میگوید وقتی این آیت میگوید نازل شد، کان عندنا خمر لیتیم فلما نزلت مائده. وقتی که این آیت نازل شد، آیت مائده، نزد من یک خوم از یک یتیم پر از خمر بود. فقلت یا رسول الله، گفتم ای پیغمبر خدا، نزد من یک مقدار خمر وجود دارد، از یک مال یتیم است، با وی چگونه معامله کنم؟
پیغمبر خدا چی گفتن؟ احرقوه، برده در بیرون ریزیدش. یعنی اگرچه مال یتیم هم که باشد، اگرچه اون زمان تجارت عرق حلال بود، خوردنش حلال بود، یعنی اگر وقتی آیت حرام شدن خمر که آمد، ذخیره مردم در خانه ها داشتند. پیغمبر خدا اعلان کرد که هر کی در خانهش ذخیره عرق دارد برده در کوچه ها ریزد. گفتند امروز بعضی از برادران ما و شما اگر چی داشته باشند باید نفروشند، دیگر پولی باید دیگر استفاده نبرند، باید که نابود بگردانند. چگونه که صحابه های پیغمبر ظرف هاش شکستند و آب او را در کوچه ها ریختند، باید این معامله را تمام مسلمان ها انجام دهند. زیرا پیغمبر خدا میگوید اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه. هر وقتای خداوند چیزی را که حرام گردانید، پولی وی هم حرام میگرداند، پولش هم حرام است. لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الخمر عشرة. پیغمبر خدا گفتند خداوند در عرق 10 نفر را لعنت خواندند. 10 نفر را پیغمبر خدا لعنت گفتند. یکم کی هست؟ عاصرها. یکم کسی که همین عرق را تیار میکند، کسی در همین زواد عرق کار میکند و عرق استحصال میکند. پیغمبر خدا گفت اولین لعنت بر همون عاصرش است، کسی که این عرق تیار میکند. و المعصرها، دوم لعنت پیغمبر خدا باد گفت با کی؟ با کسی که برای خودش تیار میکند، زوادش برای تمام مردم تیار میکند. معصرها، کسی که برای خودش تیار میکند. این دم پیغمبر خدا لعنت گفتند. ساقیها، کسی که ساقی هست، کسی در یک معرکه می نشیند و ساقی می شود، در دست خود همون جام ها و پیاله ها و کدام نمودی ظرف نباشد می گیرد به مردم تقسیم می کند. پیغمبر خدا گفت لعنت پیغمبر خدا باد بر همون انسانی که ساقی قوم است. و شاربها، چهارم لعنت پیغمبر خدا به کسی گفتند که نوشنده همین خمر باشد. کسی نوشنده هست، لعنت حبیب خدا بر او باد، گفته پیغمبر خدا خطاب کردند. دیگر لعنت پروردگار به کی هست؟ لعنت پیغمبر خدا. باعها، کسی که عرق را می فروشد، کسی عرق فروش است، اینها دم لعنت پیغمبر خدا آمدگی هست. مبتاعها، با لعنت پیغمبر خدا برکی است، با کسی که عرق را می خرد، خریدار او. حاملها، کسانی که در دستشان می بردارند عرق را. و المحمولة الیه، یا کسی که برای او برده می شود عرق را، و او هم رحمت نعلت است. کسی که در دستش می بردارد، کسی در دستش همون شیشه عرق را می قپد. امروز بعض جوان ها در ما در خدچه ها می نویسند که وقتی ما اداره زکس میریم، در اداره زکس پیش از آنی که یعنی نکاح بسته شود، اونجا در دست ما هم قده های از همون عرق شمپن می دهند، می برداریم در دست ما، لیکن نمی نوشیم، فقط می برداریم و در اونجا اون نماینده ای که وجود دارد برای بخت اینها دعا می کرده است. برادرای عزیز، شما خودتان تصور کنید، شاید که سخن من برای بعضی از شما سخت‌ترم برآید. خودتان تصور کنید وقتی عرق در دست مثال همون جوان است، حالان که حامله ها پیغمبر میگوید لعنت پیغمبر خدا باد بر کسی که بردارنده همون پیاله است، بردارنده همون عرق است. بردارندش در لعنت گفت. وقتی لعنت بر بردارندش باشد، وقتی وی دعا میکنه در همون حالت، اون چی دعا باشد؟ آیا با همون دعا وقتی این انسان سفید می شود، زندگی این انسان با فیض و با برکات می شود،
در حالتی که در اطراف نشستنی عرق پیغمبر خدا من کردند، در اونجا ملائکه های رحمت وجود ندارد، از کجا دعا قبول می شود؟ بردارندش در لعنت است، نمیخرد، فقط می بردارد. والمحمولت الی، با کسی که اگر وی می بردارد و برای خواه مغازه می برد، خواه کجایی که نباشد. علال خصوص امروز برادرهایی که صاحب همون ماشین های کلان هستند، اونها از اونجا برداشته و به این مغازه وقتی میارن تقسیم میکنن، اونها در همین لعنت داخل میشوند. محمولت الی، بردارنده عرق. حبیب خدا گفتن این سخن ما نیست. واهبها، پیغمبر خدا گفتن نهم طایفه ای که در لعنت است، کسانی هستند که عرق را به حیث هدیه برده میدهند به یک کسی، همچون هدیه تحفه میکنند، یا در جای پاره همون عرق میدهند. اینها در پیغمبر خدا لعنت گفتند. و آکل ثمنها، دهم نفری که در لعنت است، این کی هست؟ این شخصی هست که پول عرق را میخورد، از حساب پول عرق زندگی دارد. باور کنید انسان شعر میکند، حیرت میمانی که نخواه آدم مسلمان امروز دکان میسازد که در او عرق میفروشد، باز نماز میخواند. حیرت، نماز میخواند لیکن